در ذهنم تمامی اتفاقاتی که چندی پیش در حضور ایران بانو تجربه کردم مدام مرور می شد. موجهای دریای پارس به نرمی با برخورد به ساق پاهایم یادآور شدند که مجالی برای لحظه‌ای درنگ نیست. شنل، این میراث ایران بانو، سبک و رها بر روی تنم نشسته بود. با من یکی شده بود، به نرمی در نسیمی ملایم که از روی موجهای خلیج پارس بلند می شد می رقصید. با هر گامی که بر روی هر موج بر می داشتم انگار زمان کنتر می شد تا مجالی برای گذر از آن آیین عمیق داشته باشم. در هر قدم سطح دریای پارس کم و عمق‌تر می شد و زیر انگشتان پاهایم شنهای ساحل کم کم نمایان می شدن. لحظه‌ای که پاهایم برای نخستین بار خاک رو لمس کردن، برایم حسی از شروعی تازه به همراه داشت. پایانی بر فراموشی. در این گذر از آبهای پارس به خاک ایران بانو بود که رسالت من آغاز شد. ساحل آرام و غرق در سکوتی رازآلود بود. بعد از اینکه چند قدم برداشتم ایستادم. تمام وجودم در جستجوی نشانه‌ای برای مسیر پیش رویم بود. اما خواستم فقط در همین لحظه حضور داشته باشم. در مه نشسته بر ساحل، در صدای آرام برخورد موج با شنهای ساحل. شنهای زیر پایم شروع کردن با ریتم ثابتی به تپش افتادن. انگار به نفس افتاده بودن و از درون مه روبرویم، از دل سیاهی شب، دو شعله‌ای نقره رنگ سوسو می زدن و هر لحظه پرنورتر می شدن تا از دل مه اسبی به سیاهی شب نمایان شد. هیبتی با شکوه و عضلانی داشت، بدنی کشیده و با وقار، رنگش سیاه به عمق تاریخ و چشمانش نقره‌ای چون آینه‌ای کهن که تاریخی باستانی رو در خود امانت داشت. گویی هزاران سال خوابیده باشد و اکنون تنها در نگاه من بیدار شده باشه. گویی دل شب شکافته شده بود و او از تاریخی اساطیری قدم به سمت من میگذاشت. مثل افسانه‌ای بود که هنوز کشف نشده بود. محو زیبایی و شکوه شده بودم. انگار به دنبال سوارش بود. شاید در یک لحظه گم شده از دل اساطیر ایستاده بودم. چند قدمی برداشت و نزدیکتر شد. یالهایش طلایی رنگ چون نور خورشید ریخته در باد در دل شب می درخشیدند. دمش چون امتداد پرتو خورشید طلایی بود. صدای ایران بانو در ذهنم پیچید و گفت: تک خال من، این امانت تاریخ برای توست. همسفر و راهبر تو در سفر موسیقایی که در پیش داری. این اولین اسبی است که پیش از تاریخ و پیش از آغاز زمان در خاک من متولد شد. اسبی اساطیری که تمام نژادهای اسب در طول تاریخ از وجود اون گرفته شدند. از اسب ترکمن، اسب پارتی، اسب کاسپی، اسب عرب و تمامی اسبهای جهان. تا کنون هیچ سواری نداشته و در طول تاریخ او هم مثل من چشم انتظار کسی بود که ندای درونش اون رو بیدار کرده باشد. کسی که مثل او نشان برگزیدگی داشته باشه. پس حال که اون از دل تاریخ خودش رو تنها برای تو نمایان کرده، بهتر این ملاقات رو به یک همسفری تاریخ ساز بدل کنی. با صحبت ایران بانو دلم خرد شد و آرام آرام به سمتش قدم برداشتم. او هم با چشمان نقره رنگش من رو همراهی کرد و به سمتم آمد. وقتی سرش روبروی سرم قرار گرفت
با دستم به آرامی نوازشش کردم. اصالت و معصومیت در حلقه چشمانش موج میزد و در همین لحظه در وسط پیشانیش نمادی از درون وجودش جوشید و چون خورشید درخشید و همزمان خال روی چانی من هم به درخشش افتاد. گویی دو ستاره‌ای که قرنها در انتظار یکدیگر باشند در مدار هم قرار گرفته بودند. انگار نماد پیشانیش اولین بار بود که نمایان میشد. بر روی پیشانیش نماد فر کیانی نقش بسته بود. پس این اسب برگزیده شده از سمت کائنات هست. در این درخشش اعتمادی قابل لمس در بینمان حاکم شد. در ذهنم در جستجوی نامی برای اون بودم که ایران بانو در ذهنم پدیدار گشت و گفت زرخال. نامی انتخاب شده از سمت کائنات. نامی برازنده اون بود. اسبی یکتا با نشان طلایی فر کیانی بر پیشانی. به آرامی در چشمانش گفتم زرخال افسانه‌ای. افتخار این رو دارم که تنها سوار تو، تنها هم سفر تو باشم. زرخال سرش رو به همراه یکی از پاهایش کمی خم کرد و من این رو به معنای اجابت خواستم دیدم و سوار بر زرخال افسانه‌ای شدم. این حس تعلق خاطری که با سوار شدن بر روی زرخال تجربه می کردم، این حس یکی شدن، چیزی که حتی تصور بودنش در کنارت رو نداری، اما وقتی در کنارت پیدا میشه انگار سالهای سال چشم انتظار دیدنش بودی. گویی سالها برای دیدنش صبر پیشه کردی اما نمیدونستی. ایران بانو در ذهنم گفت خوشحالم که زرخال سوار خودش رو یافت و با هم یکی شدیم. امید دارم رسالتی که بر روی شانه هایت گذاشتم با همراهی زرخال با اقتدار و شکوه از عهده‌اش بر بیایی. گفتی که باید دردهای فرزندانت رو تجربه کنم تا مرهمی برای هر کدام بیابم. اما چه دردهایی؟ کجا باید به جستجوی هر یک روانه بشم؟ ایران بانو گفت لحظه ای که زمانش فرا برسه، شنل که حامل زخمهای روح زیستی من هست، زخمهای فرزندان من، دردی رو در جانت میدمد و تو اون رو تجربه خواهی کرد. تو باید وارد عمق جان اون درد بشی و اون رو با تمام وجودت لمس کنی. آنگاه تمنای درونیت در پی کشف مرهم آن درد از طریق ارتباط خال روی چانت با نشان روی پیشانی زرخال تو رو در مسیر رسیدن به نغمه شفابخشی که مرهم درمان اون درد هست قرار میده. آنگاه باید با حضور یافتن در منطقه و قومی که حامل نغمه شفابخش هست، نغمه‌ای که در تار و پود اون قوم بافته شده، مرهم آن را کشف کنی. هر درد یک دروازه هست که تو باید از آن عبور کنی. با کشف مرهم موسیقایی از دل نغمه هر قوم برای هر درد تو از آن دروازه عبور خواهی کرد. از اون لحظه به بعد مرهم موسیقایی اون درد در شنل تو چون گنجی حفظ خواهد شد و اینگونه تو هر درد رو به مرهم تبدیل خواهی کرد و از اون پس تو حامل نغمه های فراموش شده خاک من و مرهم دردهای فرزندانم خواهی شد. خورشید خانوم کم کم داشت از دل دریای پارس در افقی دوردست طلوع می کرد و پرتوهای نور آتشین اون بر روی سطح دریای پارس می رقصیدند. گویی طلوعی جدید بر تاریخ زیستی ایران بانو شکل گرفته بود. خم شدم و همونطور سوار بر زرخال اون رو در آغوش کشیدم و سرم رو به سرش چسباندم. با دستانم یالهای طلایی و نرمش رو نوازش کردم و دم گوشش گفتم
حال نوبت ماست. بیا تا طلوعی جدید رو رقم بزنیم. کلاه شنلم رو بر سر کشیدم و زرخال با قدم‌های آرام جستجوی ما رو آغاز کرد.